اسرائیل به تازگی یک حمله گسترده به قطر انجام داده و کل خاورمیانه اکنون در حالت آماده باش شدید قرار دارد. در تاریخ 9 سپتامبر 2025 اسرائیل عملیاتی قدرتمند در دوحه انجام داد که شخصاً توسط نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در ایکس تایید شد. او اعلام کرد که این مأموریت به طور خاص صحنه‌ای به نام سایه آهنین را هدف قرار داده است. این عملیات با جنگنده‌های پیشرفته F-35 و سلاح‌های دقیق انجام شد و ویرانی و وحشت در منطقه دوحه بر جای گذاشت. قطر بلافاصله این حمله را محکوم کرد و آن را نقض مستقیم حاکمیت خود و اقدامی خطرناک برای منطقه خواند. قطر مدت‌هاست در نقش میانجی در مذاکرات صلح بین اسرائیل حضور دارد، اما پس از این اقدام جسورانه آن مذاکرات شکننده اکنون در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند. شوکه آور این که فقط در 24 ساعت گذشته اسرائیل در 4 کشور مختلف تونس، سوریه، لبنان و یمن عملیات نظامی انجام داده است. در همین حال ایالات متحده در برابر این تشدید تنش شوک اختیار کرده است. اکنون پرسش این است: هدف نهایی اسرائیل دقیقاً چیست؟ دیدگاه‌های خود را در نظرات به اشتراک بگذارید.